سلام بچه‌ها، با امیر حسین اومدیم یه دست بدوارد. خب میخوام این دست مثل همیشه ببرمش. آره با اون بند چشت. امیر حسین میخواد چشم بسته بازی کنه. نگاه چششو بسته. آره تو هم میخوای یا چشم بازی کنی؟ راست میگی ها؟ نه نصف چش نصف صورتت مزاحمه. آره. خب چه رنگی شدم؟ زرد شدم. رنگ گوهی که سامیا خوشش ازش نمیاد. من رنگ مورد علاقم تو رو خدا توی این ویدیو لو نده. تو رو خدا نمیدونم رنگ لباس منه. برو بابا، من سبز دوست ندارم. رنگ لباس اسکینمه. خود خری تو هم رنگ مورد علاقم لو. والا تو همه رنگی دوست داری. خدا وکیلی رنگ مورد علاقه چیه؟ مشکی زرشکی مشکی یا زرشکی؟ آقی مشکی زرشکی چه فنی. بچه ای توت فرنگی خودت بگو چه رنگی. فهمیدی چی گفتی؟ بچه های توت فرنگی فهمیدی چه رنگی؟ خب بچه ها مشکل اینترنت پیش آمده. مشکل اینترنت رفت شد. مریض شدی عزیزم؟ نه چای برات بریزم. بچه وقتی میری دکتر میخواد برات آمپول بزنه. ما شیر مردم ولی بعدش موکبه. احساسات امیر حسین در آمپول زدن. تو خودت الله اکبر. تو مگه اومدی با من؟ با تو اومدم که میگم. تو که امیر حسین رفت ویدیچ بزنه. نه بابا دازه دارم بدی نمیکنم. من که 2 سال دیگه میخوام ویدیچ بزنم ایشالله. داره ویدیچ بزنه. دیدم این بلیش سر دراز داره. سر دراز. من سر دراز کنم الان داره این جن جلو من ظاهر میشه میدونم. چشم خواسته شما برآورده شد. الان میام تکون بخوری تکونت میدهم. بابا جانم سامیان جان ای بابا یا قانون جان دیگه چیزی نمیکنیم. با من ربطی نداره. خب آقا بیشور من دارم با رفیقانه حرف میزنم. اون وقت نوبت من برسه چساقانه حرف میزنی. بابا جان من مامانتم. قد خری بلاک دارم. مثلا دوست داری تا آسمون برو بالا. کجا رفتی؟ بده منو بزنی میزنم. نه خدایی میخوام برم دیگه ولم کن. اینم 16 تا. ای کثافت. ای کثافت. ای کثافت. یس 16 تا امرال. خیلی خری. نه که مثل خری تو. یا خدا 2 تا امرال. خواهی همه 2 تا امرال با من سری بیچ دیدم. نه خیر. سامیان اومد بدم و ظرف کنم به جان بابام. الکی جان بابا تو. من میخوام اینجا رو بپوشونم تو نتونی بلیچ بزنی استاد. ای بابا مامانی بیا سراغم. من میخوام برم به خونمون. گند 3 عالم بزنی. الان میبودم بزنم. البته چجور میخوام بلیچ بزنی؟ بلیچو زدم. خیلی خری. نه اینکه مثل خری عزیزم. الان من فقط مونده وسایل نترایتیمو بخرم.
دیدوز. ای دیدوز؟ نه اینکه دیدیز. رفت امرال جمع کنه. خب فعلا 4 تا. بودو 6 تا. یه ذره دیگه بپوش. یا مصطفی جعفر دل. فقط این شلوارم رفته اینجا. خب من نیم ساعت خب نمیشه. خداحافظ. 6 تا مراد از دست. 6 تا مرد کم قصه نخورد. خیال بخرم. الاسم خیال خیال. دارم میاد. نه بابا من نمیام. من میخوام دایمنشون باید بیام. سامیان بگو تو رو خدا. چی؟ بگو تو رو خدا نمیای. به خدا نمیام. به جان بابام نمیام. سامیان خدا نمیاد. ای بابا قانون بذاره نکنیم بلو. خیر. الان بعد ویدیو تا دیروز میگفت امیر حسین. خب اون موقع تقلب بود. الان وسط ویدیوییم. الان چون وسط ویدیوییم یه قانون داریم به اسم اتلتیکو مادرید. بچه اگر اسم این تیم رو میشناسید بگید. الان گفتمش گیجون. Ahora se va el شروع کردم با فانک. کجا رفتی؟ به نزدیکم الان میندازمت توی واید. من هیچ وقت نیفتادم. خیلی آقا من میخواستم دایمندیشم. خود تو بی‌معرفتی. وای 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 وای. برو پایین. یه دست دیگه باش بریم. ای چرا اومدی تو؟ قهر کرد. نگاه اسمش هم نوشته انگل. گو خوردم. یه بلایی به سر بیارم دیگه هیچ وقت به دواز بازی نکنم. اگر 2-2 مساوی شد چی؟ یکی اگر من بازی رو این دستم میبرم. اگر مساوی شد یه دست دیگه باید بریم. نه دیگه ویدیو رو قطع میزنیم و کنیمش استریم. ها ای جان من این دست میبرم. من وقتی رنگ آبی میشم میبرم. ای خیر ای الله اکبر. ای خیرن. ای چه مثلا لچز. اون چیه که هر وقت بخوای گنده میشه 3 حرف آخرش هم ره. چتره. ای فکر میخواستم یه چی بگم پشمامون میریخت. میدونم چی میخواستی بگی. حالا داخل کامنت ها براشون بگذار. نه باشه تو رو خدا نذارید. هم دوسته میخواد به یونانی بپوشونه. فکر کنم رسیدی امرالد. آره یو خدا سری برم نیمده. میدونم داره دروغ میگه. دروغگو. بچه فقط ببینید میخوام با لوازم آرایشی خب با لوازم خیاری و بزرگی. من هنوز بدمم نپیچیدم. من الان دارم میپیچم. من فعلا الان میخوام برم طلاهامو جمع کنم. تا الان داشتم دور میگشتم. بچه ها میدونن. بچه داخل کامنت ها بنویسید. بچه ها بشمارید بینم
ویدیو را دوست داشتیم؟ ویدیو سامیار تک یا خودم با سامیار باشم؟ به قرآن بگید امیر حسین تک. دیگه من قهر میکنم میرم خونه ننم. بچه بگید میخوام اینجور بسوزونمش. وی نه سامیار میخوام همین اولی بده تو بزنم. فقط جورت گوزونم. چرا این مشته یونانی نپوشتم برو خود. بابا خود لباس سرت نبود آجی. یادم رفت بپوشمش. بریم بد بزنیم. چرا هیچ کدوم؟ پد بدت کو؟ زدمش. یه دونه امیرالد میخوام. منم فقط یه دونه طلا میخوام. فقط بدو. اب نداره، من وقت دارم هنوز یه کارایی انجام بدم. حالا نگمش بهتره، بعدا میفهمی بزرگ میشی. سامیار امیرالد جمع کرد. نه بابا، آره نه خیر دیگه. اومد، به خدا اومد، به جان چندم اومد. خب سامیار ترسوی. خب من میرم جمع‌آوری کنم. تو کنده کاری کنم، من 100 تا امیرالد جمع کردم. خیلی خری. بچه داخل کامپانیا بنویسید سامیار داخل. کجا رفتی؟ دارم جمع‌آوری اطلاعات میکنم. سامیار چی بود؟ اب نداره، میرم کنار بده خودم الان 17 تا دارم. نمیدونم چجوری بهم داد ولی آره دیز من همه امیرالدشو جمع کردم. نمیذارم تو که چیزی بخری. آها فرار کن همینجوره. اگر من بذارم امرال کجا رفت؟ سامیار خیلی بزی. خیلی در حد مرگ بیشوره حساب. امرالدام داره میشه. فش. امرالدام داره میشه 10 تا. یه دیگه 2 تا البته. دستم درد گرفت. اینقدر پریدم دستم درد گرفت. اگه نزدیک بود بزنی. سامیار این نهمیم. خدا سامیار کردش تو سکون. یکی دیگه. اون یکی به من بده. برش داشتم. سامیار جرأت نداری خوب. نه جرأتشو رفتم تو بلاک. ای خدا خود سامیار بازه. بچه ها تمام خداحافظ.